جرأت و جسارت عجیبی پیدا کرده بودم. شبی که طعمه بعدیشو به خونه‌ای که زمانی من صاحبش بودم آورده بود، سراغ ماشینش رفتم و طلسم را جاساز کردم. درود دوستان، به کانال ماورایی ققنوس خوش آمدید. سپیده هستم، راوی داستان‌های ماورایی از زبان اساتید علوم غریبه و حکایت تجربه‌گران. داستان ترسناک و جذاب امروز را از زبان مهتاب میشنویم. وقتی خبر تصادف بابامو شنیدم، نمیخوام دروغ بگم ولی اونقدر ناراحت نشدم. یه همچین روزی رو همیشه تصور میکردم، با اون همه نفرینی که پشت سر پدرم بود. از همه کارهای بابام خبر داشتم ولی نمیتونستم به مادرم بگم. اون خودش قربونی یه ازدواج سنتی شده بود که پدرش بهش گفته بود با لباس سفید میری و با کفن برمیگردی. 2-3 باری که با حالت قهر به خونه پدر بزرگم رفته بود، آقا جونم روی خوش بهش نشون نداد. دست از پا دراز برمیگشت خونه. حتی آقا جون فرصت نمیداد بابام بیاد دنبالش. با اون همه ثروتی که پدرم داشت، سهم من و مادرم یه خونه 150 متری بود با یه لقمه نون بخور و نمیری که گاهی توی خونه می اومد. از بچگی شنیده بودم بابا جونش به دخترش بسته است. اما من هیچ مهری از پدر ندیدم. وقتی بچه بودم و میدیدم باباها میان مدرسه دنبال بچه هاشون یا تو جشن تولد دوستان میرفتم، همیشه حس میکردم من با اینکه پدر دارم ولی واقعا یتیم هستم. مادرم افسردگی گرفته بود ولی برای من هیچی کم نذاشت. هم نقش پدر را داشت هم نقش مادر، اما خودش نه جرأت طلاق گرفتن داشت نه جایی برای رفتن. درس خوندم و بزرگ شدم. بعد دانشگاه با توجه به رشته روانشناسی که خونده بودم تونستم توی مرکز مشاور کار پیدا کنم. تقریبا مستقل شده بودم. خرج خونه رو هم خودم میدادم. همون خرج بخور و نمیری که بابام میداد بعد از اینکه فهمید سر کار میرم قطع کرد. اتفاقا من خوشحال شدم. حداقل خیالم راحت بود که هر از گاهی که میاد خونه دعوا را نمیندازه و دوباره حال مادرمو خراب نمیکنه. اون روز توی مراسم خاکسپاری بابام تمام بغضم ترکید. من که یتیم بودم اما به معنای واقعی یتیم شده بودم. مادرم هم دست کمی از من نداشت. وقتی میخواستیم بریم خونه دیدم یه زن جوون یه کمی دورتر ایستاده و داره به ما نگاه میکنه. به من، به مادرم، به مزار پدرم. گفتم حتما اینم از رفیقای بابامه. از همونایی که به خاطر پول بابام یه چند وقتی صیغه بابام میشدن. بعدم بابام یه پولی کف دستشون میذاشت و دست به سرشون میکرد. بابام قبل فوتش یه روز اومد خونه و گفت باید یه سفر برم. سفری که منو از این جایگاهی که دارم 100 پله بالاتر میبره. برام هم مهم نبود. به مادرم گفت فرخنده برام دعا کن. این کارم اگه درست بشه قول میدم یه خونه بالا شهر برات بخرم. مامانم گفت مثل همون قولایی که سر عقد بهم دادی. جمشید من برای مال و منال پدرت و خودت باهات ازدواج نکردم. خودت هم اینو خوب میدونی. پدر خودم کم ثروت نداشت. بابام حتی اجازه نداد دیگه مامانم چیزی بگه. در محکم بست و رفت و اون آخرین دیدار ما بود. توی شهر ما رسم روز خاکسپاری، روز 7م و 40م مراسم باشکوهی برای فردی که فوت شده برگزار میکنیم. روز 7م هم دوباره اون زن رو دیدم اما این بار آشفته تر بود. وقتی مامانم یه دل سیر کنار قبر پدرم نشست گفتم مامان پاشو بریم. همه رفتن اما اون زن هنوز اونجا بود. وقتی برگشتم یه نگاهی بهش کردم دیدم رفته سر خاک بابامو با نفرت روی خاک میکوبه. خدایا این دیگه چش بود. نکنه از پدرم طلبکار باشه. ولی خب بابام یه اخلاقی که داشت هیچ موقع به هیچکی بدهی نداشت. روز 40م پدرم باز اونجا بود. بعد رفتن همه به مادرم گفتم برو خونه من برمیگردم. مامانم گفت مهتاب جان غروب نمون توی قبرستون ترس داره. گفتم میام. رفتم سمت اون زن. دیدم یه زن جوونیه که تقریبا هم سن و سال خودم بود. صداش زدم و گفتم خانم شما نسبتی با پدر من داری؟ سرشو بلند کرد و مستقیم تو چشام نگاه کرد و گفت
من زنش بودم. گفتم خب. گفت تعجب نکردی؟ گفتم نه. پدرم از این زنای صیقه‌ای زیاد داشت. تا اینو گفتم یه سیلی محکمی به صورتم زد. خشکم زد. یه دفعه زد زیر گریه، گفت آره تو هم مثل باباتی. اونم بهم همینا رو میگفت و شروع کرد به گریه کردن. من که روانشناسی خونده بودم و پیش یه روانشناس مجربم کار میکردم، متوجه شدم که این زن پر از کینه و حس تحقیر و تنفره. سعی کردم به خودم مسلط باشم. دستشو گرفتم و گفتم میخوای با هم حرف بزنیم؟ گفت نه، فردا عصر میام پارک روبروی خونتون با هم حرف بزنیم. راستش تعجب کردم. گفتم باشه. میخوای تلفنمو داشته باشی؟ با خجالت گفت اگه میشه. انگار خجالت کشیده بود که به صورتم سیلی زده بود. شماره تلفنمو بهش دادم. به سرعت و وحشت زده از اونجا دور شد و رفت. شب وقتی میخواستم اضافه غذاها را بیرون بریزم برای پرنده ها و گربه ها، دیدم دوباره دم در خونمونه. ولی وحشت زده و ترسیده بود. تا اومدم تعارفش کنم، باش حرف بزنم که بیاد داخل خونه، فوری فرار کرد و رفت. اصلا معلوم نبود چش بود. فردا عصر رفتم روی نیمکت پارک نشستم منتظرش. وقتی اومد خیلی وحشت زده بود. بدون اینکه جواب سلاممو بده نشست و گفت من باباتو کشتم. سکوت کردم چون میدونستم الان باید سکوت کنم تا حرف بزنه. هرچند حرفش خیلی عجیب بود. چون پدرم توی راه ماشینش چپ کرده بود و فوت شده بود. کسی هم همراهش نبود. با کسی هم تصادف نکرده بود. فکر کردم شاید منظورش اینه که آه و نفرین من دامنشو گرفته. بعد دوباره به خودش اومد و یه نگاهی بهم کرد و گفت اه، ببخشید سلام، و شروع کرد به صحبت کردن. گفت اسمم شهنازه. مادرم سر زایمانم مرد. یه دانشجو بودم که پدرم فوت شد. خونمون رو هم عموام به بهانه اینکه میراث پدرشون ازم گرفتن. اومدم خوابگاه و دیگه توی شهر خودمون پامو نذاشتم. با همه اقوامم قطع ارتباط کردم. دوباره یه مکسی کرد و اطرافش رو نگاه کرد. انگاری که از چیزی ترسیده بود. بعد گفت دنبال کار میگشتم که توی کارخونه بابات بهم کار دادن. یه روز حسابدار پدرت اومد پیشم و گفت جمشید خان انگار خیلی خوشش اومده ازت. حواست باشه دختر خانوم پشت پا به وقت و اقبالت نزنی. من شوکه شدم. آخه جمشید همسن پدرم بود. اینقدر تو گوشم خون تا راضی شدم باش حرف بزنم. البته بهم گفته بود که مجرده و پیرپسره و ازدواج نکرده. دنبال یه دختر شهرستانی سر به زیر میگرده. نه دخترای امروزی، به خاطر همینم تا حالا ازدواج نکرده. حالا من یه لحظه کنترلم رو از دست دادم و گفتم شما هم فکر کردی با سر افتادی تو کوزه عسل. برگشت بهم گفت دروغ چرا؟ راستش بله. ولی واقعا نمیدونستم زن و بچه داره. از هر کیم پرسیدم گفتن که ما نمیدونیم. ولی حسابدارش گفت نه زن نداره بچه هم نداره، این فکر رو از سرت بیرون کن. منم رفتم و باهاش صحبت کردم. جمشید بهم گفت صیغت میکنم یه مدتی تا بیشتر با هم آشنا بشیم. بعد عقد دائمت میکنم. منم که نه کس و کاری داشتم نه جایی داشتم قبول کردم. اوایلش خیلی مهربون بود باهام. یه واحد آپارتمان شیک برام اجاره کرد. کلی طلا و حقوقم هم چند برابر بیشتر بقیه کارکنا بهم میداد. همش هم میرفت توی حساب خودم. دروغ چرا؟ اوایلش خیلی ازش چندشم میشد. ولی وقتی دیدم واقعا میتونه پشت و پناهم باشه و میتونم صاحب اموالش بشم، بعد برم شهرستان و بزنم تو صورت عموام، خیلی خوشحال بودم. 2 ماهی بود سیغش بودم. بعد از 2 ماه دیدم یه شب در میون میاد خونه. بعد دیگه هفته یه بار میومد خونه. هر وقتم بهش میگفتم میگفت که تو کارخونه کار دارم، دستم بنده. ولی وقتی از بچه‌هایی که شیفت شب بودن میپرسیدم میگفتن نه، جمشید خان تو کارخونه نبود امشب. وقتی هم بهش میگفتم که بهم قول دادی که عقد دائمم کنی،
پس چرا این کارو نمی‌کنی؟ فوری بحثو عوض می‌کرد. به شک کرده بودم. تعقیبش می‌کردم. تازه فهمیدم که بله، اون با چند تا زن دیگه هم در ارتباطه. ولی آخه اون زنا. اما من یه دختر پاک و معصوم بودم که افتاده بودم تو دامش. به خاطر بی‌پناهیم، به خاطر بی‌پولیم، به خاطر فقرم. نگاهی بهش کردم و گفتم شهناز خانم لطفاً توجیه نکن. تو الان فکر میکنی منی که دخترش بودم چی داشتم؟ تو حسرت یه جشن تولد که بابام برام بگیره مونده بودم. شهناز که انگار صدای منو نمیشنید گفت ولی من نمیدونستم اصلا زن و بچه داره. یکی از بچه‌های کارخونه بهم گفت بنده خدا این آدم این کاره است. نون به زن و بچه خودش نمیده. اگه فکر کردی میتونی از کنار این به چیزی برسی اشتباه بهت آدرس دادن. گفتم ولی حسابدارش گفت که زن و بچه نداره. پرید وسط حرفم و گفت اون حسابدار کثافتش خودش. دیگه چیزی نگفت. بعدم بهم گفت حلالت نمیکنم اگه از زبون من بگی چیزی فهمیدی. منو از نون خوردن نندازی یا ولی خودتو از این لجنزار بکش بیرون. نمیدونستم باید چی کار کنم. پیش خودم خیلی فکر کردم ولی راه به جایی نداشتم. تصمیم گرفتم تا میتونم ازش پول بگیرم که فردا وقتی مثل دستمال کاغذی انداختم دور حداقل یه چیزی داشته باشم. سعی کردم به روی خودم نیارم که همه چی رو میدونم تا اینکه فهمیدم باردارم. وقتی جواب آزمایشم رو گرفتم یه نفس راحت کشیدم. گفتم دیگه تمومه. دیگه نمیتونه کاری بکنه. من ازش بچه دارم. وقتی اومد خونه بهش گفتم که باردارم. وای چنان سر و صدایی رو انداخت که دنیا تو سرم خراب شد. همون موقع گفت که باید این بچه رو سخت کنی. من اهل بچه داری نیستم. مطمئن باش اگه این بچه رو سخت کنی حتما عقد دائمت میکنم. بهش گفتم جمشید یعنی چی؟ گفت یعنی که من میخوام باهات باشم ولی بدون بچه. بعدم برام قسم خورد که تو بچه رو سخت کن. من از اونجا یه راست میبرمت محضر و اسمتو میزنم تو شناسنامه‌ام. تا گفت شناسنامه بهش گفتم شهناز خانم یعنی اون موقع که میخواستی عقدش بشی حتی به خودت نگفتی یه نگاهی به شناسنامش بندازی؟ گفت آخه عقدم صیغه‌ای بود روی کاغذ. بعدم اون حسابدار قسم خورده بود که مجرده. من که نمیدونستم قسم و آیه و پیغمبر برای اینا معنی نداره. بازم گولشو خوردم. منو معرفی کرد به یه جایی که غیرقانونی جنین سخت میکردن. رفتم اونجا. بعد از اینکه جنین سخت شد وقتی میخواستیم برگردیم خونه گفتم خب بریم محضر. گفت محضر چرا؟ گفتم خب برای عقد دائم دیگه. مگه خودت قسم نخوردی که بعد سقط جنین عقد دائمم میکنی؟ بهم خندید و گفت ای دختر ساده. گفتم اما تو قسم خوردی. کلی التماسش کردم اما اون خیلی راحت یه چک برام کشید و گفت اینو بهت میدم زمان عقد موقتتم تموم شده. به سلامت. تو کارخونم هم دیگه نبینمت. میای خونه وسایلتو بر میداری و دیگه تو خونه من پاتو نمیذاری. کلید خونم هم بهم پس میدی. انگار دنیا تو سرم خراب شده بود. از یه دختر پاک و معصوم رسیده بودم به زنی که صیغه شده بود. حالا جنین سخت کرده بود. اونم با یه مردی که هم سن بابام بود. حالا مثل آشغال انداختم دور. وقتی چکو پرت کرد تو صورتم بهم گفت گم شو پاپتی دهاتی. همون موقع یه چیزی تو قلبم شکست. انگاری که تکیه های وجودم بود که از هم داشتن جدا می شدن. یه لحظه رفت توی فکر. صورتش پر بود از ترس، کینه، یه بغضی که اشک نمیشد. گفتم شهناز خانم اون به منی که دخترش بودم رحم نکرد. من خودم خرج خونمونو میدم. خرج خونه به کنار. یه بار یه دست پدرانه تو سرم نکشید. یه بار یه محبت پدرانه ازش ندیدم. بعد یاد حرف مولانا افتادم و گفتم زین خران تا چند باشی نعل دزد گر همی دزدی بیا و لعل دزد. آخه اون که به زن و بچه خودش رحم نداره به غریبه رحم میکنه؟ اون که تو وجود خودش عشقی نداره به تو عشق میده؟
تو دست به دست کسی دادی که خودش تهی بود. برگشت بهم نگاه کرد و گفت ولی کشتمش. کشتمش. دوباره با ترس دور و برش رو نگاه کرد. چشماش شده بود کاسه خون. ادامه داد وقتی چکو گرفتم یه مبلغ قابل توجهی بود. رفتم خونه هرچی طلا داشتم و برداشتم. چک رو هم نقد کردم. با طلاهایی که فروخته بودم یه پول زیادی اومد تو حسابم. رفتم یه خونه اجاره کردم. راه افتادم دنبال آدرس یه آدمی که بتونم یه طلسم بگیرم، یه طلسم مرگ که انتقاممو ازش بگیرم. یه چیزایی در مورد طلسم مرگ شنیده بودم و میدونستم عواقب داره، ولی برام مهم نبود. آدرس یه استاد را توی یه استان مرزی کشور بهم دادن. رفتم اونجا، اما اون مرد اصلا اجازه نداد حرفمو بزنم. گفت برو دختر، برو بسپار به خدا و زندگی تو از سر بگیر. ظلم به ظالم برمیگرده. مظلوم باش ولی ظالم نباش. و بهم گفت چیزی که تو میخوای برگشت داره و به خودت برمیگرده. نکن این کارو با خودت. من که نفرت و کینه وجودم و داشت آتیش میزد نمیدونستم چی کار بکنم. چند باری فکر کردم که برم بکشمش، ولی خب پای خودمم گیر میافتاد. اون وقت منم اعدام میشدم. همین طلسم مرگ بهترین گزینه بود. بالاخره با پرسجو تونستم آدرس یه نفر را تو یکی از کشورهای همسایه پیدا کنم. یه مردی که این کاره بود. سری بلیط گرفتم و رفتم خارج از کشور. هر جوری بود پیداش کردم. ولی پول زیادی ازم خواست. اما بهم قول داد طوری طلسمو برام بنویسه که تا یه هفته نشده طرفم بمیره و برای خودم هم هیچ اتفاقی نیفته. منم باور کردم. گفت طلسمو ببر و تو ماشینش جاساز کن. وقتی طلسمو تو دستم گرفتم همون موقع اون نفرتی که ازش داشتم چندین برابر شد. یه شجاعت عجیبی به سراغم اومده بود. انگار یه نیرویی داشت کمکم میکرد. سرخوش و جسور اومدم ایران. 2 روز تعقیبش کردم تا وقتی که رفت تو همون خونه‌ای که منو برده بود اونجا. همون شب بهش زنگ زدم. رد تماس داد. بهش پیام دادم که چند تا از لباسام مونده تو خونه، میخوام بیام ببرمشون. جواب داد در پارکینگو میزنم سری بیا و برو مهمون دارم. فهمیدم حتما یه بدبخت دیگه مثل منو گول زده و آورده خونه. رفتم توی پارکینگ در ماشین رو چک کردم، قفل بود. یه دفعه انگار کسی قفل ماشین رو زده باشه درش باز شد. سریع طلسمو زیر صندلی ماشین جاساز کردم و دوباره پیامش دادم برمیگردم. من توی اون خونه نکبتی پامو نمیذارم. جواب داد بهتر. منم بلاکش کردم و رفتم تو خونه‌ای که اجاره کرده بودم. دل توی دلم نبود که قراره چی بشه. خیلی خوشحال بودم. نمیدونم انگار یه نیروی همراهم بود که بهم امید و جسارت بیشتری میداد. دیگه ترس نداشتم. فقط منتظر بودم. 2 روز خبری نشد. یه شب توی خواب دیدم جمشید داره توی جاده رانندگی میکنه. قشنگ صحنه تصادفو دیدم. یه چیزی مثل هیولا جلوش سبز شد. کنترل ماشین از دستش خارج شد و چپ کرد و تمام. فردا رفتم یه سر و گوشی آب بدم. دیدم تو کارخونه خبرای. یواشکی از یکی پرسیدم. گفت میگن که جمشید خان تصادف کرده و فوت شده. آخ انگار یه تیکه یخ روی قلب شکستم گذاشتن. داشتم پرواز میکردم که یه چیزی پشت سرم گفت نوبت خودته. برگشتم. فکر کردم کسی از نقشم بوی برده. ولی هیچ که پشت سرم نبود. با ترس اومدم خونه. از اون شب تا حالا خواب راحت ندارم. یه چیزی شبا میاد گلومو میگیره. تا سر حد خفگی میرم و برمیگردم. جرأت نمیکنم تو آینه نگاه کنم. همیشه همراهمه. میخواستم برم سراغ اون استادی که قبلا رفتم پیشش و بهم گفته بود این کارو نکن. گفتم شاید بتونه یه چاره‌ای برام بکنه. اما وقتی سوار ماشین شدم که حرکت کنم ماشین توی راه خراب شد و راننده گفت این ماشین درست نمیشه. دوباره برگشتم خونه. چندین بار اومدم سر مزار سراغ شما که بتونم ازتون حلالیت بگیرم.
گفتم شاید با حلالیت گرفتن آزاد بشم و اون سایه دست از سرم برداره. نمیدونستم چی بهش بگم. نمیتونستم سرزنشش کنم، نه در مقامی بودم که قضاوتش کنم. پدرم در حقش ظلم کرده بود، اما اون با این کارش بیشتر به خودش ظلم کرده بود. تو فکر بودم که سرشو پشت سرم قایم کرد و گفت تو هم میبینیش؟ گفتم چیو؟ گفت اونو. با انگشت به روبرو اشاره میکرد ولی من چیزی نمیدیدم. تصمیم گرفتم یه چیزی بهش بگم که آروم بشه. گفتم من و مادرم میبخشیم اگه با بخشیدن ما چیزی درست میشه، اما تو باید بیای مشاوره بگیری. نباید تو اون خونه تنها بمونی، با این حال و روزت باید بستری بشی. انگار که یه کورسوی امیدی توی وجودش روشن شده باشه. گفت باشه باشه، میام. کجا باید بیام؟ گفتم آدرس تو بده تا فردا خودم بیام دنبالت. میخوای امشب تنها نباشی؟ به مادرم میگم دوستم اومده خونمون. با ترس گفت نه نه، وسایلمو آماده میکنم، فردا بیا دنبالم. هر جا گفتی میام. میام بستری میشم، یعنی حالم خوب میشه. گفتم امیدوارم. آدرسو ازش گرفتم. فردا رفتم دنبالش. هرچی در زدم کسی جواب نداد. همسایه که گویا صاحب خونشونم بود درو باز کرد. وقتی وارد خونه شدم با جسد شهناز که صورتش کبود شده بود و انگاری یه حیوانی گلوشو بریده باشه مواجه شدم. پلیس هیچ مدرکی دال بر قتل یا خودکشی پیدا نکرد و پرونده مختومه شد و این راز با من موند تا حالا که برای شما بازگو کردم. خب دوستای خوبم، داستان این قسمت هم با وجود اینکه داستان غم‌انگیزی بود تموم شد. ممنون میشم که مشترک بشید و زنگوله کانال را فعال کنید. با لایک ها و کامنتاتون به هم انرژی بدید. با داستان های جذابتری در خدمتتون هستم. نور بهتون، عشق بهتون، در پناه یزدان پاک باشید.